کجا میری ابا؟ هم بابا کجا میری؟ جای نمیرم بابا، امرو بیان خود شما یک طرفه کنم. اشته یک طرفه؟ یک طرفه بابا. اشته؟ بابا با شما یک کلمه گپ میزنم بفهمیدیم؟ از این ساعت تو ثانیه از این روز دیگه ما و مادرم و خود شما به یک خونه خلاص شیشتن. امرو بیامدم بابا که تصمیم خوب بگیریم خونه رو سیوا کنیم دیگه. بابا اینه دارم داماد همه زحمت کشیدیم خیلی بینیم دست شما درد نکنه، از بعد خود مادر خود جمع میکنم بفهمیدیم دیگه. از این ساعت ثانیه ما اشتباه کردیم بابا. ما 10 سال پیش بفهمیدیم که دیگه شما با عباس و مادر دلسوز نید، به اون زندگی خود دلسوزی. تو دیونه ای عباس، تو اکله خو گنسی. اکله خو گنگس نیم بابا، اشتمه اکله خو گنگس نیم. امرو معامله فقص کنه خلاص. یعنی سیوا میشه خود مادر سیوا میشه بابا دیگه. خود مادر خود جمع میکنم دیگه. یک نون خشکی نستونیم بفهمیدیم. خود به من زحمت میکشیم کار میکنیم میخوریم خلاص. فقط شما همین خونه رو سیوا کنیم. بابا جو خوب یک کشتی. آله بابا جو نگیم بابا. ما سعی کنه احترام شما رو دارم پیار منیم. ما بگفتم به شما دیگه با ما دلسوز نی. شما خیلی فرق میدونید. یعنی از احترام مادر من و تا زندگی خود خیلی فرق میدونید. بگو یعنی از احترام تو بود که با احترام گرفتی؟ یک توری خودی ما مادر گپ نمیزنیم. شب روز شیشته خودمون زن اختلاط میکنیم، خودمون بچه اختلاط میکنیم. ما هم بچه شما نه، مادر هم زن شما ناگه. یعنی چیکار کنم؟ چیکار نکنیم بابا، بخش کنیم خلاص. خوبه. چلو شما میگن که مادر بچه‌ها که رضایت داری. ما مادر تصمیم خود بگرفتیم. گپام هم یکیه. تو چی میفهمی که تو نمایو؟ بابا من بفهمیدم. ما بچه نیم بابا. 12 سال درس خوندم آخه. هرچی نکنیم از این گپا خیلی فهمیدیم. دیرو شما امی مادر کجیر و کجیر برداشتیم برفتیم با بازار که بخود زمستونی لباس جمپر و کاشینا بخریم. از ما و مادر ما بپرسیدیم که همی شما مادر بچه یک من پیاز ماین یا نماین. بپرسیدیم این گپا بگفتیم. دیرو ما و مادر ما در گرفته بودیم بابا که شما برفتیم با بازار مایی چی. این سال سوم بابا برمنه. سال سومه. امیرم مادر میسونده باش ماما. شما نستونده بفهمیدیم دیگه بابا. بس پوله می کی داده؟ گریه نکن جو. من مادر کجیر نمیقدار به سلمه. چکار کنم؟ چکار کنم؟ چی خواب نگذار شما بازن شما ما بچه شما نو بیگونه نیم به شما. ما که گفتم اولاد منی؟ ما که گفتم بچه منی؟ ما بگفتم اگه بچه شما می بودم اولاد شما می بودم یک ذره دلسوز می بودیم بابا. من خیلی باشه مشکل نداره. ولی من به سر خودخونیم بچه جان. به سر خودخونیم مادر کجیر من نمیقدار برو هیچ گپ نیم. ما حق با خود به دل ما نمیسته که با این مادرک بیچاره به دل میسوزه بفهمیدیم. یعنی دل من کباب بشه دم که شما دیرو به بازار رفتیم مادر رو بگم یعنی دل من نمیسوزه مادر تو. ای بابا مشکل نداره بفهمیدیم. من گریا من دلسوزی ما به خاطر مادر منه. ما به خاطر خود منی و برمم نباشه خونو کم بخورم خیره. فقط دل با مادر رو میسوزه. مادر منه او. از این خود ما جمع میکنم. خیلی بینیم دست شما درد نکنه تا می حال ما رو جمع کردیم بفهمیدیم. خیلی باشه. بابا یک چیز دیگه با شما میگم بفهمیدیم. همین وسط سرار یک دیوال میکنیم. او بر سر شما بشینه این بر سر ما میشینیم. اصلا همین دیوال باشه بیتر. هر رقم بچه جان که شما مادر بچه ها رزیم هم رزیم. خیر بنی بابا من درم سیوا میکنم. سلام بگیریم هم بدر نمیشی. خیر بنی. بچاردی مای نو دست بالا پر گل اشتنی عباس چو برای چه؟ اشتنی ری کجا میری؟ میرم ایت به روخو میرم کار دیشتی. کجا میری؟ به روخو. چری برا؟ برار رگو ما دیگه برار نیم برار. ما با تو دیگه برار نیم بفهمیدی؟ چه کار خیلی عباس عصب تو خراب. هیچ کار من مال خود پیاخو جنجال کردم جلوه کردم یک طرفه کردم خلاص. فقط واسه سو یک دیوار میکنی بر شما میشینی برام ما میشینی. کچری برا؟ کچری نداره کجیر. ما میفهمم مادر ما میفهمم قوم خش میفهمم همه میفهمم که پیار ما از زن خورد و خود میترسه خلاص بفهمیدی. انداز یک پشت نخونه پیار ما به زن کلون خو
توجه نداره. ما که برابر ما به قصه ما نباش. ما پیا خواهم بگفتم حالا کم گپ اول و آخر خب بگو گفتن من مادر کجیر نمیگذاره. ما از مادر کجیر یعنی میترسم. بفهمیدی؟ خیلی باشه. تو اعصاب خوب دروغ خراب نکن. خراب نیه. ما بدیدیم تو شاخ بدیدیم که گپ میزنیم. این گپا به مینجین تو مادرتونه بفهمیدی؟ به مینجین ما و مادر من نیه. این بابام که مثال میگم پیرگه که مر بیشتر مایه از اینه که میره محبت زن خود اینه اون بیشتر مایه دیگه گپی نیه. صحیحه. همدیرو برفتیم با بازار. پیار ما حق نبود که بابا میگفت اگر باز چیزی نمیایی با مادر ما میگفت چیزی نمایی شما یا بیایم شما هم بریم. همین جنپر سال سیوم که بر منه. امروز دیگه بابا همیته معلوم شد. خلاص دیگه پیار ندارم دیگه خود من مادر خود جمع میکنم. خلاص. عباسه که برانمه این گپا همه به منجین تو مادرتونه. بابام به بین ما و شما فرق قائل نشده و نمیشه. اولاد که شد خورد و کلونی نداره. عزیزن نداره. فکر میکنی من نمیفهمم. من میتونم نمیفهمی. برو خلاصه برو من فیصله کردم. تو مادر تو عباس بخیل و حسودی چی شما نمیشه. بابا یک کرسی به من خریده. الهی در بگیر ای زمانه دیگه نمیام به محله. کسی بم یار خوششته نتانه دیگه نمیام به محله. الهی خانه شیطون خراب شد دیگه نمیایم به محله. خبر آرمی برای بزی خونکین آدم یک کنجکی میشینه گرم بیا شما استاد ماما. بس خوزاده جو خیریته. جانجا بخیری. جانجارت گر هستی؟ تو کدوم داشتی؟ کجا میدی بزی خونکیا؟ کجا بودم سر گردانی برو بر. کورتی اضافی نداریم موجو. کش کشیم. همین کورتی سال سم که بر من دیگه چند نفر دیگه ما بگم. از اون که 20 نفر بگفتم از این کورتی خوب. خونکش میخورم. کجا ماما رمضان؟ چی؟ ماما رمضان. خب بش یک گوشه کسی میشینه که گرم شما استادین. والا برو میجی بشینم. کجا رمضان ماما؟ رمضان. فکر کنم که همین نیم ساعت پیش اینجا بیدار. وا کار داشتی؟ پیدا میکنه خیر ها کار داشتم. سکو تو گیلک. امید آل پیدا میکنم رمضان. خب یک دقیقه تو کار دارم. همین چی بیدم مال یار 10 دقیقه پیش. خیر رمضان! باشه با زنگ میزنم. رمضان! تیاره گیله جیغ نکش. خب از هم گرم سردم هستی. کوخه میزنم مثل گو. گیله جو این سوا پستا و خیر خوشی یک چند خرخاک باید با ما بیاری با. چند خرخاک؟ برای چی؟ برای از اینکه تا سراخ ما این دیوار میکنیم. گوخونه تیار میکنی؟ نه گوخونه ما چه کار؟ چی کار میکنیم پا؟ سراخ سیوا میکنیم. سراخ کی؟ خود پیاخو جنجال کردم. نه بابا. اول جنجال کردم ما گپ تا دیدم بفهمیدم که چی بوده. چی؟ به خاطر همین ماما دیگه در دل خاله ماما. آها از کدوم آدم باید به خود خبر داریم. صبر کن نانه دیشب میت پلیش اختلاط میکردم. خبر ده دیگه نیازی نیست. پلیش اختلاط میکردم میگفتم عروس که به می چند ساله که با من نوروز زن کرده اصلا خواهرمون دخترمون نمایم. هیچ اصلا یک پیری توجه نداره. البته شما ما این سرایت دیوال کنی که شما بزو بر بشین اینا بزی با. همین جنجال گفتم از من مدخ خود به جمع. پس از این بعد بیام به سرا شما با ما قطه پتم نمیزنه دیگه پیاتو. نه بیخار گیلک جام جگا بیا. اما مردم بر نمیدید میگه البته این جگا اوتالیه. سعی تو دیروز ما مادرم کباب از چی بگم گیلک جو دیگه. پیا مادرم چه بخستن خود پیا خو بخستن برفتن بازار. به جنپا خریده و میفهمین زمستون دیگه زمستون چیزی میزه بخرم. ما مادرم میخونه شیشته. ما مادرم میخونه شیشته نگفتن که شما چیزی ما یا نمایی. درست. ما دل ما مادرم میتناسو. درست. همین دل ما مادرم ناسو که پول نداشتم نه که مادر خو میبردم بازار بزت اینا 1000 تا چیز میزه با مادر خو میستوندم. و چیز دستبال خیلی بود. پیار تو فرق کرده. 1000 فرق کرده. 1000 دیگه نمیشی؟ نه. خیلی نبینی ماما نوروز که دادی من تو میدی خودی خوارزاتی من یلا میدی خیلی بری عقبی بخونه بینی. نه. به زیر یک مطعنشی. یلا نداد ماما نوروز ما. ما امروز گفتم یک طرفه کنیم دیگه پیار منی. ما تا مال زحمت کشیدیم با ما خیر بنیم. هزیبت خود ما مدر خود زحمت میکشم. حالا جنجال کردم گفتم خونه را سیوا میکنیم. خوبه. بابا تو زنگ میزنم خوبه.
چند خر خاک بیار با خوبه اون میارم. رمضان رو باش. پیدا کنم چشم خوبه خوبه برو تو برو شاید بغل دیوارا بیا برای سیمارق میگیش خوب باشه همی گوه یا تو وردار یا تمامی یک گوی در امور بده ممه یا تو دوتا گوی داشته باشی یا ما داشته باشم گوه من تا به صبح بر رسم میکشه به تا قبل یلا بله گوشتا خورار میکنم یکی حداقل بهم پیشیو باشه که جوره باشم سکولالا رمضان تو میگی بیا گو مارور دارم ما که پول ندارم اگر که برام گو تور بردارم بازم اگه تو ان گو من می اون هردم می بیا ببر اگه مشکلی نداره اگه تو به پول بگی کمم مال پول نق به دستموش خونه دارم خود تو گو خور چند قیمت کردی قیمت از این بگم لالا رمضان قیمت از این که تو از خود منی با لاک و 10,000 والله که 10,000 به تو گو میخرم تو گپای میزنی ها ماما جو تو گپا میزنی که چی بگم من دارم شما تیاری بخیر سلامت خیرت کجا بودی ماما اشته بود مادر تو خوب بودم یا شکر تو سلام خوب بودم؟ میگفتم خوب بودم خونک میخوری که پتور بدم نه ماما ندار آه. چون دیگه. که من جگاه شیته پیش گلک بودم آه گفتم کجا بود گلک پیش گل بودک من جگاه بالا سر گو شیشته منجی آه همینجا خود همین نورالله ما یا که وزیر بستانم یا که خود خورم بودم بزی گلک بیکار کنم بیشتر دیگه تو کجا بودی به سلام آدمی تبیری شدم ماما بیان پیش شما گفتم به شما بگم از این بعد بخیر خوشی ما دست به کار شم بفهمیدین لقمین رو پیدا کنم گفتم باجی شما کام سرپرستمون شرکت بود نه چون یک دفعه اختلاط کردیم گفتم ما باجی خواهد زنگ زنی بگن این خوارزادیم و بیکار اگه من اونجا بگیرم برم کار کنم ماما جو تو به تعده کشته کار داری خودی پیار خود دست کمک شو تو به شرکت ها میتونی کار کردن ماما از 8 بجه صبح تا به نماشون مگر کار کنی چکار مجبور خیلی ماما دیگه زمین هم کرایه نمیکنه پیار کجی هست کشت میکنم دیگه ما باید یک جا دیگه کار تو کنیم نمیتونه کار کنه پیار هم مشت پیرمرد شده هم تو آدمی همینجا کار میکنی زحمت میکشی هرچی بشه شما رو هم میشه او خونه دیگه پیار تو هم میشه دیگه چی جنجال و معرکه داری مامای دو جریب زمین میگم نمیشه کشت اردم نیه کار بیتر کار میکنی یک بوز پره میشه ماش خو میگی یک دلقمین چیز میزه بام خونه میاری یعنی خود پیار خو مادر خو مسئولیت کردی ها دیگه مصلحتی بکردم ما بخیر خوشی مام برم کار کنم دیگه نمیشه ماما خلاصه گپ با شما بگم یعنی با شاید خبر شما دوستان بیا میدی پیش مکمه چیکار کنم با تو گفتم باجی شما سرپرستم شرکت بود اگه اون شرکت نفر بگیرم میرم اونجا کار میکنم گپی نه ماما یاره ماما فکر نکنم ولی به زمستون نفر مسته باشه شرکت خب باز من زنگ میزنم برای بگی بلا به خدا ماما چیکار کنیم مجبوری بنا به خدا بالکم نفر مسته باشه صحیح خوبه ماما به یک جانه میشه آدم باید فکر دیگه کاری هم بکنه بازم آفرین به تو بچه که خودمو پیار خواهم کاری میکنی چیکار کنیم آفرین تو خیر بینی هزاران تا بچه حال وطن به قصه پیار خونی سلام اشتنم باجه خوبیم بخیرین سلامتین چی گپای اشتنم خوشلوچیم بچه ها خوبم زنده باشین سلامت باشین کجا هستیم میفهم شرکتیم میگم باجه غرض از مزاحمت امی عباس خوارزاده بیکارم تعدی حال که زمستون کشتکار امنیه میگو باجی خور بگو سکمی شرکت اگه جامعه بم تا شرکتی باری کارگر چیزی ما اینجا مرد دست بکار کنه بگین سواد دارن ماما بگین سواد دارن ایسا کامپیوتر هم میفهمی ماما ماما بلد نیست سواد ماما داره کامپیوتر اینا رو میفهمه مثلا خب بگین صرف 12 خلاص کرده خوبه سیه خوبه باشه خیر بینیم تشکر ماما چکار شد ماما خوبه خداحافظ باشه من ری میکنم خوبه بخیر باشه خداحافظ عباس ماما جون میگه که فعلا که کاربارا کم به شرکت بازم هرچی نکنی به خاطر شما باجه میمورم اینجا دست به کار میکنم بیا کار سنگینی هم ماما خیلی ماما به تا دست پا بخور راره مصروف باشه مثلا دل جمع باشه ماما کارگرم
گفتک باز بیای که من به زو حل در راه و چار یاد دوم و به زو بگم که چه کار کنه چه کار نکنه سو وقت هم وقت بیای بفهمیدی یک چرخی ها امروز اگه فارغ شدی نمازدگری و از شرکت میای رو به دمشون برو بده خونه اینا دم خونه خودی و گپ جال دیگه پا حساب کتاب شرط شرایط شرکت به تو میگه خدا شما اون انگار فکر کو که تو دست به کار کرده خیلی بریم ماما خیلی بریم خدا شکر آقا شما مزاحم نمیشه برو مادر خو خبر دار کارم پیدا کنم خیلی بریم خدا یار بشی ماما جو مادر خو اینا هم سلام و علیکم سلام برسون نور برو پول به دست مشت منیه اگر گومر می گومر بردار اگر گومر نمی گو خور میدی بریم بیا برین تعدی 4 نفری پیدا میکنه هر چه قیمت کردم خودی تو جور می اگر جور اومدن نمادیم یک کار میکنه خوب مشکل نداره صحیحه گپ بنی بری من دست می یک گو یا فارغ شون یا می گو یک گو را میبینم که میلی گل و گلزار داره شیرین گفتار داری میده رفتار داره جار باشه شامت خیلی نه شتنی جان جان اول خوبه خیلی تیار هستی جان جان چیزا پای میگون جوان بله یک لطفی بکو کجا میری؟ ما این برم خونه خوار کو برم رد خوار خور یلا کسای کجا من سر خیره بیتی و تو هم یک دایی لنگ میدون خو خب گو ما بمی پشت دیوال تا باقچی ما بسته خب همین جگه برو 5 دقیقه من پیش از او بشی تا ما برم هم سراغ همین یک لقمه نون خاطر چاش ننه قلورتریش کردم همین یک لقمه نون بخورم قراره که دیگه زودی میام با تو رخصت میکنم برو گو تو که وقتا زمین بسته با یک نگهان ما چه کار گلک کله تو فقط میگی دون به جرو ننه منه تو خبر نداری که به می غلط به می تمام می غلا به می تر زمینه و باغچه باغ و باغچه برای بعد هم شغال پیدا شده هم گرگ پیدا شده گو هم بسته نمیتونه از خود دفاع کنه همه لازم را بیای کل من بکنه تو میتونی تا اونر بدی گرگ بیا کل ما گو تو بکنه چرا متون بودم گرگ از مکنیه با هم گرگ گر بدیده که گو بخوره پس میای یا شغال پس شغال میای تور میخوره نمیای یک مرغ بخو پیدا میکنه میخوره گو میخوره شغال قیافه تو هم مرغ شاید تور هم بخوره حالا نمیری؟ نه نمیرم برو برات کار خب برای سر زمین ماندگه تیر نشی بو تله گندی رو تسه که بو